یه پاستیل گرفتم نمیدونم چه طعمیه. اینجا انگار خیارشور زده یا تمر هندی، نمیدونم کدومو زده. اینجا انگار تمر هندی یا خیارشور با سیر زده، نمیدونم خیارشور یا تمر هندیه. حالا بیاین با هم تستش کنیم ببینیم چه مزه‌ایه. ولی فکر کنم چیز خیلی ترشی باشه. بریم قیچی بازش کنیم. قیچی باشه چه سر بده. دست چپم هیچی نمیتونم بگیرم. ببینیم یکی امتحان کنیم. این شکلیه. یکی برداریم. ترکیب رنگاش که خیلی دوست دارم. ببینید مزه سبزی پلو میدم. یه ذره ترش هم هست ولی اصلا انگار یه سبزیه، انگار دارم سبزی پلو میخورم. نکنه اینا سبزیه، این زردش همین پلوه. نمیدونم ولی خوشمزه است، ولی بیشتر انگار دارم سبزی پلو با ماهی میخورم. اصلا پاستیل نیست، سبزی پلوه ولی خوشمزه است. این هم از این چیز خوشمزه ای بود، من که دوست داشتم. ما الان رفتم به مامانم دادم. بعدش مامانم گفتش که اینم مزه سبزی پلو واقعا میده، واقعا بشه مزه سبزی پلو میداد. بعد اون گفتش که فکر کنم به خاطر این خیار و سیره، یعنی این نه خیارشوره نه تمر هندیه، این خیارشور و یعنی خیارشور بازم خیار و سیره، یعنی به خاطر اینه. یعنی اینو خواستید بگیرید بدون این مزه پاستیل نمیده. اگه خواستید اینو بخرید دلتون سبزی پلو با ماهی هم میخواست، لازم نیست این همه بشینید درست کنید. این همینو بگیرید و خودتون سبزی پلو با ماهی و یه ذره ترش رو شیرینه میتونید بخورید. واقعا خوشمزه است. آقا بنش نداره.